با مقصد تامین اوضاع‌قواری در ولایت مختار کوهستان بدخشان در برابر رشد ساحه چاره‌داری و پیشبرد ساحه کشاورزی دقت ضروری روانه می‌شود. بنابر همین در ولایت در زمینه اجرای دستور سپارش‌های اصالگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دهقانان ولایت هر وجب زمین را ثمرناک استفاده کرده از آن حاصل دلخواه به کف می‌آورند. با گردش کشاورزی در آوردن زمین‌های بیکارخوابیده طی سال‌های اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان دقت جدی روانه شده است. امروزها باشندگان ولایت خوب درک کردند که برای نائل شدن به هدف‌های استراتژیکی مملکت تامین امنیت اوضاع‌قواری پیش از همه رشد بخشیدن ساحه کشاورزی به مقصد موافق میباشد. جهت عاقلانه استفاده بردن هر یک وجب زمین کشاورزی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خاروق برای ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان در موضع تیم شهر خاروق بیش از 1.5 هکتار زمین جدا گردید. با امید به دست آوردن حاصل دلخواه کارمندان این نهاد انتظامی با تخت و هموارسازی و سری وقت کش نمودن محصولات کشاورزی بابت تامین کردن ساختارهای مقامات مربوطه با محصول تر و تازه کشاورزی از تمام امکانات کار میگیرند. جهت شناسایی از زمین در اختیار داشته ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت رهبر استاد بین اداری از نشأه‌نمای محصولات کشاورزی در این موضع دیدن کرد. ذکر شد که استفاده نیروهای مینرالی و پرورش محصولات دلخواه از زمین در اختیار داشته کارمندان مربوطه نیت دارند که حاصل دلخواه به کف آورند. در برابر این رهبریت و هیئت شخصی ریاست و جزو تام‌های آن با استفاده از تکنیک و تجهیزات ضروری در زمین در اختیار داشته محصولات کشاورزی و پولیزی را کش کردند که جمع‌آوری برخی از محصولات ادامه دارد. با قرار رئیس شهر خاروق و رئیس وزارت کارهای داخلی جمهوری اسلامی ولایت مختار کوهستان بدخشان یک مقدار زمین جدا کرده شد. هیئت شخصی ریاست از اول بهار سعی کرده زمین را تخت هموار نموده کارهای کشگرانی را گذرانید. بیشتر همه شما می‌بینید وقتی جمع شدن حاصل آماده است حاصل از طرف کارمندان ما جمع کرده می شود. روزهای شنبه یک شنبه هیئت شخصی دست جمعانه آماده با سپارش به واسطه رغبت ریاست کار کرده حاصل گوناگونش را به انبارهای ریاست سپرده برای تامین نمودن ساختارهای مقامات کارهای داخلی محصولات جمع شده در انبارها نگاه داشته استفاده کرده می شود. در این زمین‌ها کشت کارتوشک و سبزی، بودلینگ و پامیدور، پیاز و کرم، بلغاری، نخود و دانگی‌ها و دیگر سبزیجات پولیزی کش شده است. هر یک کارمند این نهاد قدرتی با سربلندی و مسئولیت تام در برابر پیشبرد فعالیت خدمتی و کارهای زمینکاری دقت جدی می‌دهد. این است که تمام کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان کوشش به خرج می‌دهند که در کارهای آبادانی از خود مسئولیت شناس باشند. رهبر استاد بین اداره مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان معاون یکم وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گنرال لتنانت میلیس علمشاهزاده عبدالرحمن علمشاه به زمینکاران دستور داد که برای استفاده عاقلانه این ثروت بی‌بهای طبیعت در بلند برداشتن حاصلناکی دقت جدی دهند. چلی که می‌بینید زمین چند مرتبه نوری‌های مینرالی ما استفاده بردیم. حاضر برای جمع‌آوری محصولات کشاورزی و پولیزی کوشش و غیرت و جمع‌آوری نموده استیم. امروز رهبریت ستاد بین اداری معاون یکم وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گنرال لتنانت میلیسیا علمشاهزاده عبدالرحمن علمشاه دیدن کردند که محصولات ما خیلی خوب نشونما دارند. بعضی برای بهتر و خوبتر نمودن صفت کار و نشونمای خوبی رسانی ها و گرفتن حاصل خوب به دست آوردن با ما دستور سپارش های علاوگی دادند. قاید شد که عاقلانه استفاده بردن زمین از مد نظر کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان قرار داشته برای رسیدن به یکی از هدفهای استراتژیک تامین امنیت اوضاع‌قواری و گرفتن حاصل دلخواه در زمین موجوده از تمام امکانات‌ها کار برند. عین حال در بعضی از قطعه‌ها جمع‌آوری آغاز شده در باقی مانده نشأه‌نمای محصولات خوب جریان دارد. برای عملی گرداندن امر دستور سپارش‌های جناب عالی از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خاروق زیاده از 1.5 هکتار زمین خودجویی یاری رسان و ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری در ولایت مختار کوهستان بدخشان جدا کرده شده. از اولی موسم دستور هدایت‌های سپارش وزیر کارهای داخلی زمین را هموار کرده با این زمین کشتکاری محصولات پولیزی و سبزیجات کش کرده شد. البته چون شما دیده ایستادید در عین حال یک قطار کشتکاری که ما کرده شدیم در اینجا کشتکاری سبزیجات پولیزی از قبیل سبزی من آماده شده است، بایمجان آماده شده است، بلغاری، لوبیاگی، نخود دیگه محصولاتی که کشتکار کرده شدم در عین حال در عرفه
سبزیش می باشد. قید کردن با مورد است که در این زمین خواجگی اورسون از قبیل تربوز، خربوز، کدو دیگه نمودی محصولات پولیزی که در عرفه سبزیش می باشند و در وقتی به سبزیش پخته رسیدن البته از طرف مقامات کارهای داخلی و ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری در ولایت مختار کوهستان بدخشان البته این حاصل گنداری کرده شده، البته با هیئت شخصی تامین کرده می شود. با پخته رسیدن کارتوشک و پیاز، کرم و دیگر محصولات پولیزی از طرف هیئت شخصی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان با جمع‌آوری آن آغاز کرده زمین را برای کشت سال آینده آماده می‌نمایند که از آن حاصل فراوان به دست آورند. бемории сироятии COVID-19 эҷоди қарни 21 ба ҳисоб рафта соли дуввум аст ки мардуми сайёраро бо мушкилоти беше рӯбарӯ оварда ба иқтисоди чӣ мамолики пешрафтаи дунё ва чӣ рӯ ба тараққӣ таъсири манфӣ мегузорад. гузашта аз он ин беморӣ боиси ҳалокати ҳазорҳо нафар одамон гардида баъри ҷилавгирии паншавии он аз ҷониби олимон ваксинаи зидди беморӣ дар шароити лабораторӣ таҷриба карда шуда имрӯз тавассути он инсоният аз ваксинатсия гузаронда мешавад. мутобиқи معاون سردار ریاست حفظ الصحت ولایت مختار کوهستان بدخشان نورعلی دودعلیف با حالت 23 ماه روان در ولایت 90 نفر از روی این بیماری سرایتی به قید گرفته شده، 46 نفر آنها در بیمارخانه ها بستری گردانده شدند. قسمت دیگر در شرایط خانه طبابت می‌یابند. با حالت امروز وضعیت در ولایت وابسته به سرایتی از بیماری کرونا ویروس نسبتاً معتدل باقی مانده ایستاده است. امروز در قید نظارت امبولاتوری و بستر کنونی سوای تندرستی ولایت 90 نفر بیمارون قرار دارند که از این تعداد 46 نفر بیمارون در سطح بستر کنونی و 44 نفر در سطح امبولاتوری با بیماری التهاب شش مصابی با کرونا ویروس به قید گرفته شده ایستادند و تعداد بیمارون رو به کاهش نموده است و تمام کارمندان سوای تندرستی ولایت امروز سعی بر آن دارند که هرچه زودتر سرایت کرونا ویروس رو در ولایت کاهش دهند. حکومت جمهوری تاجیکستان جهت دسترسی اهالی به واکسن ضد کووید 19 مقدار معین وایه‌های لازمی را از دولت‌های هندوستان و چین و آمریکا دسترس نموده امروز معرکه امگذرانی به تدریج ادامه دارد. تا چه اندازه ذخیره چنین وایه‌ها بسنده میباشد پاسخ چنین بود. خوشبختانه امروز 54% اهالی گروه مقصدناک به واکسیناسیا فرا گرفته شدند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله با واکسین تامین نمودن در سطح بلند قرار داده شده است و امروز ما علاقه وایه یکم واکسین ساخت ایندی استرازینیکا و واکسین مدرن ایالات متحده آمریکا و سینوواک جمهوری خلقی خطای به ولایت دسترس گردانده شدند و وایه یکم واکسین علاقه گروه مقصدناک به واکسیناسیا فرا گرفته شدند و ذخیره کافی برای گذراندن وایه دوم واکسین در ولایت به مقدار 90,000 وایه ذخیره داریم و امروز علاقه برای گذراندن وایه دوم ما واکسین سوخ اختراع دولت چین سینوواک به مقدار 40,000 وایه برای مؤسسه تندرستی ولایت دسترس گردانده شده. اولی به واکسیناسیا فرا گرفته می شود. چنانه معلوم گردید مقدار وایه‌ها در نقطه‌های واکسینه‌گذرانی ذخیره کرده شده است. از شهروندان احترامانه خواهش کرده می شود که بی‌طرفی را نسبت صحتی خود و اطرافیان اختیار نکنند و سریع وقت به نقطه‌های واکسینه‌گذرانی حاضر شوند. چنانه میگویند سلامتی هر یک شخص در دست اوست و در این جهت مسئولیت را در نزد جامعه نیز نباید صرف نظر نمود. چون تعطیل تابستانه در عرفه انجامیابی قرار دارد و آغاز سال نو خانش نزدیک شده ایستاده است، بهر بخطری حرکت خوانندگان در راه اتومبیلگرد حدود شهر برای یک گروه خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات حدود شهر خاروخ همایش مشورت دایر کرده شد. در رفت آن از جانب ناظران نورز به اشتراکداران اوید قاعده‌های حرکت در راه و علامت‌های راه معلومات منظور گردید. ما گروه ناظران نورز امروز تصمیم گرفتیم که برای خوانندگان درباره قاعده‌های حرکت در راه معلومات دهیم. مقصد اساسی گذرانیدن این لایحه
پیشگیری هر گونه حادثه های ناخوش نقلیات و فهمانده دادن قاعده های حرکت در راه به خوانندگان. لازم به یادآوری است که از جانب شعبه بازرسی دولتی اتومبیلگرد ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان چنین همایش با جلب ناظران نورز زیاد به نظر رسیده، این اقدام باعث کم شدن هر گونه صدمه های نقلیاتی در شهر گردیده است. خوانندگان در نوبت خود وابسته به رعایت علامت های راه سوال ها پیشنهاد نموده جواب های مشخص گرفتند. همچنین برای اشتراکداران ورقه های اطلاعاتی وابسته به موضوع همایش تقسیم کرده شد. در فرجام از جانب اشتراکداران صحنه‌چه جالب بابت ویران نمودن قاعده های حرکت در راه و عاقبت های ناخوش آن پیشکش گردانیده شد.